خب شروع شد بازی استقلال پرسپولیس. دربی هیجان انگیز ما بریم انجام بدیم. دربی 105 پایتخت این شهرآورد رو قرار ما با هم دیگه ببینیم. اولین حرکت برای استقلالی و خطا برای استقلال. حرکت پرسپولیس امید علیشا با سر بجور برای علیپور. زبرو علیپور میزنه به سمت دروازه، توی که از کنار دروازه به بیرون میره. صالح حردانی در تصویر میبینیم. موقعیت دوباره پرسپولیس با سر بجور موقعیت در یه پرسپولیس سانت بلند برای دروازه چه زبی سلی زد اینجا کورنر. معلومه کورنر کرده. خب سداسین حسینی رو در تصویر میبینیم. زبی کورنر رو برای پرسپولیس گرفته. امید فکر کنم در تصویر آهسته. زبی سواره خطرناک نفس گیره سردار درسون. خب سانت بلند برای دروازه زبی سردار درسون توی که از کنار دروازه استقلال تهران به بیرون میره. زبی دروازه در تصویر آهسته داریم میبینیم با هم دیگه. زبی سر خطرناک. چه سانتی کرد میلاد محمدی و چه زاویه ساری زد. نشد که باشه. حالا حمله استقلالیات و محمدی جنوبی زبرو خطرناک و میزن و الکسیگندوز پرتو برای استقلال برای دروازه. فرصت دوره استقلال هیجانی نیست. خطرناک که برای فرصت تو دور کردن پرسپولیس روی ماشگاه نیست. پلن خط داور روی این بازیکن استقلال رفته. فکر کنم مصدومه. چه دعوایی شده. داور میاد چشمی و از ایوب علمرو دور میکنه و تا این گونه ببینیم خطا رو گرفتن براشون یا نه. روانده خلاصه هر جایی که دیدیم علیپور میخواست رو دور کنه نشد. خب زدم رو برای استقلال. مثلا دور استقلال زبرو میزنه به پشت دروازه‌بان و تو که مش میشه. ضربه رامین رضایی. گندوز داریم در تصویر آسته میبینیم که اعتراضی میکنه الکسی گندوز. یعنی که این چیه مثلا که شوت بلندی که زد. تصویر آسته داریم میبینیم خطرناک سانت بلند برای دروازه. موقعیت دور استقلال تو مقطع پنالتی برای استقلال ولی ادامه بازی داور اعلام کرد. ببینید در تصویر آهسته سانت رامین به روی دروازه اعتراض داره رضامند که پنالتی بوده روش. علیپور نه فرشاد فرجی هم پنالتی کرد روش ورزشگاهه. آزادی فکر کنم. زدم به برای پرسپولیس. زدم به موقعیت پنالتی برای تیم فوتبال پرسپولیس. پنالتی گرفت. داریم به هم دیگه میبینیم جدن یه صحنه هم اومده که میگن باید پنالتی گل ها کمترن چون آفساید هم ممکنه باشه. یعنی صحنه پیامبری داره بیژن داری فکر کنم نه دوتاشم با هم دیگه نمیتونم ببینم. اینجا برای علیپور انداخت. امید با حسینی پنالتی داد. کارت قرمز حسینی میگیره ولی فعلا داوری نظری رو نداده. پنالتی بود. انداختش. پاشو گرفت. علیپور نظر داور آفساید که نه حرکت کرده بود بازیکن استقلال با علیپور. من میگه داریم میبینیم صحنه وی رو. حسینی میگه اصلا من پا این علیپور رو نزدم و نباید پنالتی باشه و
به دروازه رو داور نکن. امید از کجا پاس داد؟ خیلی ضربات امیدم خوبن. حسین کنانی رو داریم در تصویر راسته میبینیم. حسین کنانی رو که اگه پنالتی باشه حتما اون خواهد زد. سردار هم میتونه پنالتی بزنه. پنالتی بوده یا نه؟ خب فعلا دارن حرف میزنن تا ببینیم تصمیم داور چیه. خب میخوام بریم فاش بیایار فکر کنم یا نه. ببینیم پنالتی اعلام میکنه سردار پشت این ضربه پنالتیه. سردار دورسون رو من دارم میبینم. سردار دورسون کارت زرد برای حسینی. پنالتی برای پرسپولیس. پنالتی بزنش دیگه. سردار دورسون ضربه رو میزنه و میگیره. چه پنالتی رو گرفت ولی انگار رو خط نبوده. باید پنالتی تکرار بشه. و ببینیم حسینی رو دارن میبوسن. استقلالیا فکر کنم باید پنالتی تکرار بشه. حسین کنانی رو میخواد بدن و امید میگه من میزنم. انصافا پنالتی سردار رو ببینیم گرفت. بله اومده جلو حسینی. ببینیم قبل ضربه سردار اومده جلو. ببینیم او بله اومد 100% اومد. نامردیه. سرمربی مخالفه با اینکه حسین کنانی بزنه. میدنش حسین. دادنش حسین کنانی. علیپور ببینیم چه کار میکنه. میخوام کنانی با این ضربه پنالتی چه کار میکنه. اون گلش میکنه یا اون هم مثل سردار نمیتونه. ضربه رو کنانی میزنه گل توی دروازه. چه دربی شهرآورد خیلی خوبی شد. پرسپولیس 3 استقلال 3. حسین کنانیه که خوشحالی میکنه. وای به پرچم پرسپولیس. هوادارا رختن رو ببین. هوادار پرسپولیس دختری پرسپولیس پسرای پرسپولیسی رو داریم در تصویر آهسته میبینی. بانوان آقایون پرسپولیسی. خوشحالی اینجا کنانی زادگان رو داریم میبینیم. حسین کنانی رو بنازن. پنالتیش عالی هن. بله اینجا توپم دارن میدارن تو کیسه. واسه کیسه بزرگتری هم میآوردن میرنش برای خیریه. ما مثل اونا نیستیم. کشورهای دیگه ایتالیا اینا. خب خلاصه پنالتی که کنانی گل کرد پرسپولیس 1-0 جلو. حتما لایک کنین، فولو کنین، لایک و قرمزیش کنین برای ما تا ما خوشحال بشیم. ویدیوی بعد هرچی که شما گفتین و من براتون میذارم. هر چی رو گفتین زیر کامنت ها برام بنویسین که کنون بازی کنم. بازی نکنم، بازی رو براتون بذارم و گزارش کنم. حتما بگین کنون بازی رو براتون گزارش کنم. زیر کامنت ها بنویسین. واسه بازیکن استقلاله. سیلوا رو جا گذاشت. علیپور زدن رو ایجاد کرده برای پرسپولیس. ولی علیپور زدن رو برای پرسپولیس رو کار نمیره. سوری ضربه کنون میزنه برای دروازه. موقعیتی دیگه. کنانی زادگان چه ضربه ای زن حاضر بود دبل کنه. علی گنجی بود. اینجا میبینیم پور علی حسین کنانی بود. برای دروازه ضربه و توی دروازه گل برای استقلال. علیرضا کوشکی. چه صحنه ای شد. استقلال 1 پرسپولیس 1. وای به پرچم استقلال. وای به پرچم این تیم. چه گلی زد. شادی و هواداره میاره. این دربی رو دوست داری فقط بری طرفدار دو تیم باشی، نه فقط استقلال یا پرسپولیس. این دربی ها چند روز دیگه دربی داریم. 14 آذر براتون میذارم. گودوز رو ببینیم. ناراحت از اینکه تیمش دروازش باز شده.
میخواست کلینشیت کنه ولی نشد، هرگز نشد. سانتو ببینیم چقدر این بازیکن خوبه. سانتوش چقدر ضربه سر کوشکی خوبه. یورگی گولسیانی که از پرسپولیسه، اینم ضربه سرش همینطورن، اتفاقا خوشگل‌تر ضربه سرش سر میچرخونه و ضربه سر رو میزنه. ولی اینجا سانت این سپاهانی پرسپولیسی الان استقلالی سان میکنه، کوشکی ضربه سر رو میچرخونه و میزنه و راحت دروازه رو باز میکنه. افساید هم نبود. سانت بلند به روی دروازه مشته الکسی گندوز. فوسیل رو راحت میتونن پرسپولیسی رو برن جلو برای گلزنی. امیدی داریم میبینیم کارت زرد برای دیدی اندونگه فکر کنم. دوتا استقلالی هستن شکل هم دیگن. اون فرفرا اون این نگاه کنید شماره 22-11 شکل هم دیگن، انگار داداشن مثل مهداد و میلاد. شاید کارت قرمز هم باشه برای استقلال. نظر داور مهمه، دارن راحت میکنن. امیدو ببینید چقدر خوشگل، صورتش عالی، ضرباتش هم عالی. که سروش پشت این ضربه است. سروش رفی یه پاس موقعی در پرسپولیس و گل توی دروازه. علی پور یه جشن رونالدویی گرفتن بین علی پور و سردار. چه گلی زد علی پور. شادیه به هواداری پرسپولیس میاره. دربی دوست داری بری اونجا، بری ورزشگاه دربی ببینی، حالت خوب میشه. یاد خاطر هواداران شیرین پرسپولیس رو هم دیگه دیدیم. کیو داره نشون میده؟ اسمارت کارتال. به بوسش میکنه. حسینی رو ببینیم، حسینی هم گناه داره. استقلالی حواسشون باشه پرسپولیسی ها الان آره کسی هم بیاد تو بازی ممکنه خطرساز باشه براشون. علی پور دروازه به سمت دروازه سانت بلند برای دروازه موقعیت داره است. سیلوا ضربه زد و از بالای دروازه به بیرون رفت. اینجا هم بچه‌ها دیگه تمام شد بازی استقلال پرسپولیس. امیدوارم از این مسابقه